مقام‌های محلی کندز از حمله هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر مکتب ذکوری خواجه مشهد در داخل شهر کندز خبر می‌دهند. محمد رستم جبارخیل رئیس معرف کندز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اشتباهاً بالای مکتب خواجه مشهد بم پرتاب کرده که در نتیجه آن خسارات مالی به مکتب و مردم محل وارد گردیده است. کوردینات باید دقیقی زمونږ مکتبونه دی په نښه ونیسي. با این همه سید محمود دانش سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی در اثر کوردینات نادرست از سوی نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بالای مکتب خواجه مشهد صورت گرفته است. اشتباهی طیاره نبوده، اشتباهی کوردینات بوده، چون ساحه عملیاتی که امشب بوده موضع دشمن باید زده میشد. مکتب خواجه غلطان عقب مکتب خواجه غلطان بود که در اونجا دشمن موقعیت داشته، متاسفانه در کوردینات اشتباه در نام شده. در این زمان مقام‌های محلی کندز میگویند که شب گذشته نیروهای مشترک افغان عملیات گسترده هوایی و زمینی را در ساحه چپرمه، خواجه غلطان و حضرت سلطان مربوط مرکز کندز بر ضد مخالفان مسلح حکومت را اندازی کردند و همکنون در منطقه به شدت جریان دارد.